In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful, let's start another part of our lesson. بخش دیگری از درسمون. راهنمای تلفظ حروف الفبای انگلیسی. This one, the guidance for English alphabet. The guidance of pronunciation for English alphabet. Guidance میشه راهنمایی ها. خب اگه یادتون باشه ما جلوتر حروف الفبای زبان انگلیسی رو خوندیم و من بهتون گفتم مثلا مثال هایی که ما اونجا داشتیم مثلا A such as apple، A مثل اپل گفتیم A خونده میشه، B such as bread اون B خونده میشه. خب امروز درس ما در مورد فارسی انگلیسیه. مثلا شما هر روز باید اینجا برای من یه انشای 4 تا 5 خطی بنویسید. هر چیزی باشه حالا فرقی نداره، جوک باشه هر چی باشه موردی نداره، فقط شما از حروف زبان انگلیسی استفاده میکنید و به فارسی مینویسید، با حروف زبان انگلیسی فارسی مینویسید. خب برای نوشتن این به اصطلاح فنگلش یا با این بخواید با حروف زبان انگلیسی به فارسی چیزی بنویسید باید چند تا از کلمه ها هستن که ترکیبی هستن. مثلا ما تو حروف زبان انگلیسی که ما میخونیم الفباش که میخونیم ش نداریم اونجا، درسته نه؟ یا چه نداریم. خب اینا رو باید ما بفهمیم اینا چی هستن که در آینده بتونیم استفاده بکنیم. خب ما اینجا یه جدول داریم، جدول 4 تا ردیف داره. ردیف های اول و دومش در مورد همین به اصطلاح حروف هستن. ردیف سوم و چهارم. ردیف سوم مختص اون کلمه هایی هست که ما تو فارسی انگلیسی استفاده میکنیم، یعنی این نقطه چین هایی که اینجا ما داریم یعنی اینو ما تو فارسی انگلیسی استفاده نمی کنیم. و ستون آخری هم که ما اینجا داریم در مورد کلمه هایی هست مثلا این حروف در انگلیسی هم استفاده میشن، یعنی این جا خالی که ما اینجا داریم این حروف ما توی انگلیسی نداریم. حالا مثلا توی انگلیسی غ دو نقطه نداریم، ژ نداریم یا خ نداریم، درسته؟ اوکی. خب اس و اس صدای ش میده، اس اچ صدای ش میده، مثل آش یا شما. خب همین اس اچ تو انگلیسی هم صدای ش میده، مثل شیپ. با من اینو تکرار کنید، اون حروف انگلیسیشو با من تکرار کنید. شیپ. شیپ چی میشه؟ گوسفند. شاک میشه هم معنی شوکه شدنه، هم معنی شوک دادنه، هم معنی شوکه. بله. next one. CH صدای چه میده، مثل چرا یا پارچ. ببین چرا، پارچ. خب توی انگلیسی هم این CH رو ما داریم که چه تلفظ میشه. پیچ. معنی پیچ چیه؟ هلو. میوه هلو به پرتغالی همینجوری میگن. پس همین اگه نتونستیم میوه رو بگیم حداقل میتونم هلو بخوریم. پیچ. بله. next one. chair. اینو تو فرهنگ آمریکایی میگن chair. رشو میگن ولی ما رو تلفظ نمی کنیم. چه میشه؟ صندلی. بعد داریم GH صدای غین میده، غی غلام. اینجا مثلا مثالاشو ببینید، غم، باغ. ولی این GH توی انگلیسی گ خوندی میشه. اینجا ببین من یه ستاره کنارش زدم، اگر وسط قبل از اون آی بیاد چرا خونده نمیشه؟ قبل از اون آی بیاد، یعنی قبل از این GH اگر آی داشته باشه خونده نمیشه. خب آره این GH توی انگلیسی صدای گ میده، مثل گوست. معنی گوست رو کی میدونه؟
اون گوته، این گوسته. روح یعنی روح شبه، روح شبه. یاگت 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 میشه ماست. بعد داریم کیو صدای غ میده یا غاف میگیم، درسته؟ غ دو نقطه، مثل قاشق. اینجا ببین قاشق یا غوری، ولی این غ دو نقطه رو ما توی انگلیسی نداریم. ZH صدای ژ میده، مثل ژاله یا موژه، ولی اینم توی انگلیسی ما نداریم. یعنی این ZH حرفی نیست که Z و H کنار هم بیاد بعد ما بخونیمش ژ. خب بعد از اون داریم KH صدای خ میده، مثل خانه، مثل ملخ. خب اینا نه توی انگلیسی هم خ نداریم، اصلا نداریم، کلمه این نداریم که خ داخلش باشه، اصلا خ نیست توی انگلیسی هم ما خ نداریم. PH صدای ف میده. خب ما این PH وقتی میخوایم فارسی انگلیسی مثلا فنگلش بنویسیم، مثلا همون انشامون رو بنویسیم، وقتی بخوایم مثلا بنویسیم فرهاد یا فانوس، نیازی نیست ما از PS استفاده بکنیم، همون F such as flower، همون F رو ما استفاده میکنیم. توی انگلیسی اینا رو با من تکرار کنید. فون 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 میشه تلفن. nephew 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 میشه برادرزاده یا خواهرزاده مذکر. پس چرا اونا از دو تا فعل استفاده میکنن؟ مثلا از کجا از دو تا فعل؟ من بحث اینه که دو تا فعل دارن، یکی این فعل یکی اون فعل خودشون. خب اینا مثلا کلمه هایی هستن، خب کلمه هایی هستن که اینا مثلا یه جورای به قول رو گفتنی، مثلا این فون شاید کلمه باشه که اولش با F شروع بشه. چرا با همون فعل معمولی؟ خب شاید با همون یک کلمه توی انگلیسی باشه که با همون فعل معمولی هم شروع بشه. فون. حالا مثلا اینو ببین، اینجا ما داریم فون، آره اینجا مثلا ما داریم فون میشه تلفن، درسته؟ یه فون داریم میشه آهو بره. نه بحث اینه که این دلیل نمیشه، چون که اصل ملحش نسای جمله است. خب موقعی که ما تو جمله اگه دو تا کلمه شبیه هم باشن تو جمله بکاریم خود تشخیص میشه. بعد میشه مثل شیر ما تشخیص نمیدیم تو کلمه کدوم شیر منظوره، ولی تو جمله بیاد که من مشخص میشه. اینم دقیقاً همون جوریه. خب بس این نمیتونه دلیل باشه. خب داریم تو خود انگلیسی داریم مثلا کلمه همین فون امکان داره که با اف هم نوشته شده باشه، یک کلمه دیگه با یه معنی دیگه. برای تفاوت ایجاد کردن از این پی و اچ و اینا استفاده میکنه. خب بعد داریم دی یو صدای ج میده. اینم ما تو فارسی انگلیسی اگه بخوایم مثلا بنویسیم جواد، از جکت استفاده میکنیم، نیاز نیست به دیو رو استفاده بکنیم. ولی ما کلمه هایی داریم که این دیو داخلش به کار رفته و صدای ج میده، مثل education TION هم اگر در آخر یک کلمه بیاد شن خونده میشه. education میشه سواد، تعلیم و تعلم و آموزش پرورش هم میشه. این معمولا در آخر. بعد داریم جی صدای گ میده. خب این جی بعضی جا صدای ج هم میده. ما در آینده من اونا رو هم به شما درس میدم، میگم کجا صدای جی میده، ولی فعلا برای فارسی انگلیسی نیازی نیست. خب جی گفتیم صدای گ میده، مثل هم تو فارسی انگلیسی صدای گ میده و هم توی انگلیسی. تو فارسی انگلیسی مثل گاراژ، توی انگلیسی مثل گوت چی میشد؟ باز nephew
نفیو گفتیم برادرزاده یا خواهرزاده مذکر. ما نفیو داریم و نیس. نیس باز میشه برادرزاده یا خواهرزاده مؤنث. خب TH صدای گفتیم ف و و میده. اینو ما تو فارسی انگلیسی وقتی میخوایم بنویسیم از این استفاده نمی کنیم، ولی توی انگلیسی این استفاده شده، مثل this this this. خب بعضی از بچه ها میگن زیس. زبون گفتن باید بین دندونای بالا و پایین قرار بگیره. اگه این کارو نکنی آینده به مشکل برمیخوری. this 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 that 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 that. this میشه این، that میشه آن. this اشاره به نزدیک، that اشاره به دوره. این فرض میکنه برای چی میگن زنده باشه و زنده this و that نه فرقی نداره. برای اشیا هم میتونیم استفاده بکنیم، برای انسان هم میشه. بعد داریم three 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 میشه سه. بعد داریم thank 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 میشه تشکر کردن، سپاسگزاری. خب کسی از بچه ها اینجا مشکلی نداره؟ خب من تمرینشو بیارم. خب مشکل چیه؟ میتونی بخونی؟ خب همینو بخون ببینیم چه کار میکنه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کسانی که در زندگی تلاش میکنند همیشه موفق هستند، چون خداوند میگوید من عمل هیچ کس را ضایع نمیکنم، پس اگر پیشرفت میخواهید باید تلاش کنید. خب این همین فارسی انگلیسی ماست. مثلا من به شما میگم یه انشا در حد 3 خط یا 5 خط مثلا بنویسید. حالا یه جوک باشه یا سوره باشه یه حدیث باشه، ببخشید یه جوک باشه یه حدیث باشه موردی نداره. برای از فردا شروع میشه تا یه هفته باید بنویسید. آره هر روز باید بنویسید. بعد اون کسایی که من خودم میگم آقا ننویس، یعنی اونا مشکلی ندارن، اونا میگم ننویس، ولی اونایی که مشکل دارن باید بنویسن، چون این هجی کردن رو باید یاد بگیرن. بعد حواستون باشه توی نوشتن فنگلش مثلا اون اوعه همه لحاظ میشه. ببین به نام خدا وند بخشنده و مهربان. اینجا خداوند یک چی نمیگیره کجا؟ آخرش قبل از اینجا ببین، اینجا مثلا همین ای رو میتونی بذاری، خب میتونی اچ هم بذاری، موردی نداره. مثلا خانه میتونی بنویسی خانه، آخرش همین ای رو بذاری، میتونی یه اچ هم اضافه بکنی، فرقی نداره، چون این ای صدای ا میده. ما نوشتیم دیگه. ببین خداونده. نه درست قبل از این او کوچولو رو نه نیازی نیست. نه بعضی هم میذارم چون این او خودش صدای اوه، نیازی نیست. خب اینجا ببین کسانی که در زندگی، حالا اینجا ببین جی صدای گ گفتیم میده. تلاش SH شه شد می کنند. این زندگی اشتباه نیست؟ کدوم این؟ این یکی؟ نه موردی نداره. کجا؟ این یک همین کلمه این؟ آره شما گفتی پشت جی اگه آی وای. خب نه ببین این فارسی انگلیسیه. تو فارسی انگلیسی نه، اون قوانینی که ما توی انگلیسی داریم تو فارسی انگلیسی نیست. گفتیم این جی تو فارسی انگلیسی فقط گ خونده میشه. خب زندگی
بیشتر بچه ها مشکلی که دارن روی ا و ایه. این آی صدای ای میده. ببین زندگی، زندگی، ولی این ای رو ببین زندگی، د ا، این صدای ا میده. بیشتر بچه ها می نویسن همینجا اشتباه میکنن، یا به جای این ا حرف اول و ای رو میذارن، مثلا میشه زندگی، زندگی. درسته؟ خب تلاش رو گفتیم اس اس صدای ش میده. می کنند. یه مشکل دیگه که بچه ها دارن، به جای او یو میذارن، به جای او یو میذارن، اون او خونده میشه، ولی به جای او ما نباید اونو بذاریم. مثلا میکنند و اگر مثلا ما بخوایم او بذاریم میشه میکنند، اشتباه میشه. درسته نه؟ خب همیشه، همیشه اینجا ببین همیشه چه ما این اچ آخر رو بذاریم چه نذاریم موردی نداره، میتونیم بذاریم میتونیم نذاریم. موفق، ببین موفق، موفق، میتونیم اینجا دو تا اف بذاریم، موفق، چون ف تشدید میشه، ولی یکی هم گذاشتیم موردی نداره. هستند، هستند، چون خداوند. چون اینجا دیگه نه ببین اینجا ما میگیم چون، اگه منظور ما چون باشه او میذاریم، یو میذاریم، اون میشه چون، این میشه چون. سی اچ هم گفتیم صدای چه میده. خداوند میگوید، ببین اینجا بعد از جی ما او آوردیم، میگوید، ید، این وای هم صدای یه میده، ید. من عمل هیچ کس را ضایع، ببین ضایع نمی کنم. پس اگر پیشرفت می خواهید، ببین که اچ صدای خ، می خواهید، اگر اینجا به جای آی ای بذاریم میشه می خواهد، می خواهید باید تلاش کنید. خب یکی دیگه هم داریم اینجا، ما تو کلاسمون ترک که نداریم، ناراحت نشن کسی. خب یه روز ترک میره بانک، میبینه برای خود به خود باز میشن، میگه یا خدا من خیر پیغمبر بودم و خودم خبر نداشتم. من پیغمبر بودم و خودم خبر نداشتم. یکی از بچه ها گفت ترکه داشت بلال میخورد، وقتی بلالش تموم شد گفت قدرت خدا رو ببینین، زمان پیغمبر اذان میداد. ببین رسمی و غیر رسمی دست خودشونه، مثلا رسمی و غیر رسمی که خود بچه ها بهتر میدونن. خب این دست خودشونه. مثلا بعضی از بچه ها با همدیگه مثلا اسمس میفرستن، مثلا یکی واسه یکی دیگه میخواد اسمس بفرسته، میگه من یک روز خدمت میرسم، درسته این رسمیه. ولی من یکی از بچه ها واسه دوستش میخواد بفرسته، میگه من یه روزی پیشت میام، یا من باند کاین توی بلوچی. رسمی و غیر رسمی دست خودتونه. الان اینجا ببین ما نوشتیم به جای یک روز نوشتیم یه روز، یه روز. بعد به جای این او بعضی موقع شما میتونید دو تا او هم بذارید، اونم صدای او میده، یا قبل از این یک او هم اضافه بکنید، او یو صدای او میده، ولی نیازی نیست همین یک یو بسنده میکنه، نیازی نیست شما دو تا او بکشید یا یک او و یو. مثلا اینو ببین یه روز ترکه، این آخر ببین ای رو ما گذاشتیم صدای ا داده، ترکه میره بانک، میبینه. حالا اینجا ما اچ رو گذاشتیم یا نذاشتیم موردی نداره، میبینه درها
خود به خود باز میشن. میگه. حالا اینجا اچو گذاشتیم یا نذاشتیم موردی نداره. یا خدا من ببین پیغمبر بودمو. اینجا ببین اگه اینجا ما اون وای صدای یه میده دیگه. ببین یه همه جا صدای یه میده. ببین پیغمبر کجا؟ این ما گفتیم صدای یه میده. و یه با هم تفاوت دارن دیگه. خب ببین میره. خب اگه اینجا یه بذاری میشه میره. اینجا میشه میره. نه این آی صدای ای میده، وای صدای یه میده. ببین میره، درسته؟ این میشه میره. خب ببین اینجا پیغمبر بودمو. خب اینجا ببین اگه اینجا او بذاری میشه بودمو. باید همون او بذاری. میتونی اینجا رو بذاری بودم و خبر نداشتم، فرقی نداره، موردی نداره. خود یو به تنهایی صدای، یعنی به جای مثلا میخوای بگی او گفت، فقط یه یو بذاری و گفتم جلوش بنویسی، این یو صدای او هم میده. خودم خبر نداشتم. خب اینو بچه ها متوجه شدن؟ از فردا انشالله برای من یه انشا 3 تا 5 خط، بیشتر نه، چون تعداد بچه ها زیاده، تصحیح کردنش خورده وقت میبره. یه انشا 3 تا 5 خط، حالا حدیث بود یا جوک بود موردی نداره، بنویسید بیارید. بعد حواستون 100% جمع باشه که اینجا ما هجی کنیم. اون او اینا رو همه رو لحاظ کنیم. یک یا یه، روز، ترکه، اینا رو همه رو لحاظ کنیم. Okay? Any question, any problem? Let's finish.